بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من أضرار الحزبية على الأمة الإسلامية لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. اینک ما درسای خود را به عون الله سبحانه و تعالی دوام میدهیم از کتاب ضررهای حزبگرایی بر امت اسلامی از آن شیخ علامه ابو عبدالرحمن یحیی ابن علی حجوری، الله سبحانه و تعالی را این کس را محافظت کند. ما در درس گذشته، یعنی در درس چهارم، آخرون آنجا که توقف کردیم، آیات را از سوره اعراف از آیه 127 تا 128 خواندیم و تفسیر کردیم قدری استطاعت. اون صحبت را که بین فرعون و قوم او و صحبت موسی و قوم او بود. بعداً چیکار میکند شیخ؟ میفرماید که وانظر کیف عصبهم و عصبوه و حزبهم و حزبوه. نگاه کنید چه خیل یعنی عصبی گردانید مردم را، قومش را، و ویها او را چی عصبی گردانیدن و وی آنها را حزب تشکیل کرد، ویها همچون حزب قرار دادن او را. یذرک و آلهتک، گفتند که موسی تو را ترک میکند اگر یعنی که چاره موسی را نبینی. موسی کار میکند که مردم دیگه تو را ترک میکنند و معبود بودنی تو را ترک میکنند. خب به همین سبب وابتعدوا عن دین الله، از دین الله دور شدند. به کدام سبب؟ بسبب الحزبیه العصبیه، به سبب من حزبگرایی و تعصبگرایی. این بود یعنی که دوامی درسی گذاشتم. اکنون امروز شیخ میفرماید که وقد ذم الله المنافقین و انزل سورة كاملة فیهم. الله سبحانه و تعالی در مورد تنقید منافقها یک سوره پره را نازل کرد. الله سبحانه و تعالی منافقها را تنقید کرده و در حقشان، در شأنشان یک سوره کامل را به نام سورة المنافقون نازل کرده است. وفي تلك السورة يقول الله سبحانه وتعالى عن عصبية أولئك النتنة. در این سوره الله سبحانه و تعالی خبر می‌دهد نسبت تعصبگرایی این بدبویها. شیخ ویها را نتنا گفته است. نتنا یعنی مردمی قباحت، بدبوی، که بوی او یعنی که تأثیرش در دیگرها میگذرد. چخیلی که بارک الله فیکم حزبی ها هم چنان مردم رسوا کردگی هستند که مردم حزبی نیستند بعضش یا که بیشترش، لیکن میبینید که در بعضی حالت ها جانبداری میکنن حزبی ها را، زیرا که همون بوی بدی ویها گذشته در دماغ ویها هم چی اثر گذاشته است. اون کسانی که در این سوره نظر داشته می شود از وی منافق ها، من ابن سلول و جماعته، از عبدالله ابن
ابی بن سلول این رئیس منافق ها و جماعی او مثلا چی گفتن؟ یقولون لئن رجعنا الى المدینه، اگر ما قسمیات به مدینه برگردیم، گفتن یعنی از کجا؟ یعنی این در جنگی بنی المصطلق، یعنی در همون نبردی در جهادی که در بنی مثال گیریم بین بنی المصطلق خنده شد، در همونجا در جهاد بودن. این منافق و جماعی و گفتن که والی به مدینه صحت سلامت برگردیم، لیخرجن الاعز منها الاذل، البته از مدینه عزیزها، یعنی مراد از عزیز گفته خودشان را در نظر دارند، نیرومندها از مدینه یا که نیرومندهای مدینه چیکار میکنن؟ برآورده به درغه میکنن خار و ذلیل و پسها را، یعنون المؤمنین، مؤمنها را در نظر داشتند، خودشان را عزیز گفتن و مؤمنها را یعنی که پس زدند. الله سبحانه و تعالی فرمود ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین، حالا آن که عزت الله سبحانه و تعالی یعنی که عزیز است، عزیز در ذات است، عزیز در غلبه است، عزیز در امتناع است، یعنی عزت الذات، عزت الغلبه، عزت الامتناع. حالا آن که نیرومنده از آن الله است، برای الله است، برای پیغمبری اوست، برای مؤمن هاست. ولکن المنافقین لا یعلمون، ولی منافقان نمیدانند، از ندانستنشان خودشون چی عزیز دانستن و دیگرها را خار و پست و ذلیل دانستن. الله ایشان به قباحت رساند. طمس الله بصائرهم بسبب عصبیتهم، الله سبحانه و تعالی دیده ویها را کور کرد از دیدن حقیقت. به سبب چی؟ به سبب انمین تعصب گراییشون. فهمیده؟ بارک الله فیکم. حقروا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و من معه من الصحابه و افاضلهم. بنابراین اینها از سبب انمین تعصب گرایی و حزب گراییشون الله سبحانه و تعالی دیده هاشون کور گردانید. چیکار کردن؟ پیغمبر الله را تحقیر کردن، همراه پیغمبر بودگی صحابه ها را تحقیر کردن، بزرگان صحابه ها را تحقیر کردن. خیلی که امروز بارک الله فیکم این تحقیر کردن میبینه در بعضی فرقه ها به نام اسلام، مثلا رافضی ها. العصبیة لا تعرف معروفا ولا تنکر منکرا. بنابراین عصبیت یعنی تعصب گرایی، حزب گرایی یک درد می باشد که پسندیده چیست نمیداند، کار ناجوی چیست نمیداند. ولا تعرف لذی فضل فضله، یعنی این یک درد می باشد که به سبب این شخص صاحب قدر و قدرش نمیداند. و انما من کان معهم فهو المقرب، کسی همراه وی هست انا وی شخصی نزدیک و مقرب است برای منافق ها. و من ابتدع و من ابتعد عنهم، کسی که از این حزبی ها دور شود، از این تعصب گرای ها دور شود، او حذر منهم، یا کسی از ویها حذر کناند، فهو المبغوض عندهم، در نزد ویها این کس بد است. فيها تحقیر لما عظم الله و تعظیم لما حقر الله. در حزبگرایی، در تعصبگرایی نسبتی آنچه که الله بزرگ گردانید قرار داده است تحقیر کردن دیده می شود، و نسبتی آنچه را که الله تحقیر کرده است
بزرگ داشتن را دیده می شود. و مما تتضمن الحزبیة الدعوة الجاهلیة العصبیه، و دیگر چیزی که این حزبگرایی در داخل خود دارد، خواهد نخواهد همین حزبی که تشکیل شده است در داخل خود دارد. چرا دارد؟ دعوتی جاهلیت دارد، دعوتی جاهلانه دارد، دعوتی تعصبگرایی و محلگرایی دارد. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حالان که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود: من قاتل لعصبیه او قال لحمیه، کسی جنگ کند فقط به خاطر چی؟ تعصبگرایی، برای محلگرایی، یا که گفته است برای حمیت، برای ناموس جنگ کند، فلیس من امتی، و از امتی من نیست. گفت فی روایت، در دیگر روایت آمده است که مات میتة جاهلیه، و میمیرد به مانند مردن دوران جاهلیت. و قال علیه الصلاة والسلام كما ثبت من حدیث عمرو بن اقیش، و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود، چگونه که این ثابت شده است از حدیث عمرو بن اقیش: حين كان له ربا في الجاهلیه، وقتی که عمرو بن اقیش ربا داشته بود در دوران جاهلیت، یعنی که پرسند. فکره ان یسلم قبل ان یاخذ رباه، او را معقول نشده بود چیکار کند؟ اسلام قبول کند پیش از اون که پولهای رباگیش گیرد. یعنی برای ربا پول دادگی بود، باید که همه این پول گیرد. انا همین قرضها که مردم از این قرضدار بودن، انا همین رباها او را نمون که چیکار کند؟ اسلام را قبول کند. فاتا یوم احد، در روز احد آمد، فقال، گفت: این بنو عمی، در کجا هستند پسر عمک های من؟ گفتند فی احد، در جنگ احدند. این فلان فلانی در کجا است؟ قالوا فی احد، گفتند که فلانی هم در احد است. این فلان فلانی چی؟ قالوا، گفتند که فی احد، در احد است. فانطلق الیهم، به نزد ویها رفت. فلما رأوه قالوا، وقتی که وی را دیدند گفتند مردم: الیک عنا یا عمرو، دفع شو از ما یا عمرو، دفع شو از ما یا عمرو. قال انی اسلمت، گفت که من اسلام قبول کردم. آمنت، ایمان آوردم. فقاتل فقتل، یعنی بس، یعنی که در معرکه جنگ در آمد، جنگید، او را کشتن. فجاء سعد بن معاذ الى اخته، به نزد خواهرش سعد بن معاذ رفت. فقال، گفت: سلیه قبل ان یموت، وی را بپرس پیش از این که بمیرد. احمیتا لقومه ام غضبا لله، و برای خاطر ناموس قومش جنگیده بود، یا که برای خاطر الله غضب کرد، برای خاطر پیغمبر الله غضب کرده به جنگ برآمد. خواهرش گفت که پرسش پیش از مردنش. فقال، وقتی که او را پرسید پیش از مردنش، گفت که بل غضبا لله و لرسوله، بلکه گفت غضب کرده به خاطر الله و به خاطر پیغمبر الله من برآمدم. گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که فدخل الجنه، و جنت داخل شد. الحدیث. وشاهدنا أن الذي يقاتل الكفار والمشركين ولم يكن قتاله لله سبحانه وتعالى، وإنما كان عن تعصب وتحزب، فإن قتاله ذلك يكون ضررا عليه. ما مشاهده کردیم که اون کسی که با کافر و مشرکا می جنگد، مقصد از جنگیدن او به خاطر الله نباشد، مقصد از جنگیدن به خاطر تعصبگرایی و حزبگرایی باشد، جنگیدن او به مقابل خودش ضرر می شود. و هو اول من تسعر بهم النار یوم القیامه، چون این شخصی که به خاطر الله نمی جنگد، به خاطر چیز غیر الله می جنگد، این از جمله اشخاصی می باشد که
به اونها آتش دوزخ را گران کرده میشه در روز قیامت. یعنی اولین اشخاصی که ویها را میسوزانند در روز قیامت، یکی از اونها همین کس می باشد که به خاطر الله نجنگیده است. فی الحدیث عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، در حدیث آمده است از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اول من تسعر بهم النار یوم القیامه، اولین اشخاصی که ویها را در روز قیامت میسوزانند فلانی ها هستند، به یکی از ویها را ذکر و رجل قاتل، یک انسان جنگیده است، جهاد کرده است، فیؤتی به یوم القیامه، انا همون شخص را در روز قیامت میآرند، فیعرفه نعمه فیعرفها، و یا الله سبحانه و تعالی یعنی که معرفی میکنه به نعمتهایش، به یاد می آورد نعمتهای ارزانی بخشیدگیش، و اینها را میشناسد میداند، فیقول، بس الله سبحانه و تعالی میفرماید که ماذا عملت فیها، در برابر این قدر نعمتهای من تو چی عمل کردی؟ فیقول، میگوید قاتلت فیک، به خاطر تو من جهاد کردم، جنگیدم، حتی کشته شدم. فیقال کذب، بس از جانب الله خبر میاد که این بنده دروغ گفته شده است. انما قاتلت لیقال شجاع، تو جنگیدی فقط به خاطر آنکه تو را دلیر گویند، قهرمان گویند، مجاهد گفتن نام تو را در همه جا برارند. ثم یسحب علی وجهه فی النار، بعد از آن او را یعنی که سر به پایان در آتش دوزخ کشاله کرده میپردازند. لانه لم یکن عمله لله سبحانه و تعالی، چون که این کس را عملش صرف برای الله سبحانه و تعالی نبود. فهمیدید؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، انا من کسی که جنگ کند، جهاد کند، صرف به خاطر آن که کلمه الله عالی شود، نه به خاطر عصبیت و حزبیت و یگان چیز دیگر، انا من شخص در راه الله است. شیخ می فرماد فاحذر حتى وإن كنت سالا سيفك أو سلاحك على الكفار، احذر أن تطرأ عليك العصبية الحزبية لقومك، وليس لله ولا لرسوله عصبية للدين. يعني احتیاط کن، میگو شیخ، اگر مبادا تو شمشیر خود را برداری یا که سلاح خود را علیه کافرها، احتیاط کی که مبادا بسر تو با همین عصبیت و حزبیت پیدا نشود به خاطر قومت شده که این برای الله و برای پیغمبر و عصبیت برای دین نمی شود. فهمیدی؟ یعنی برای حزب اگر تو جهاد کنی، جنگ کنی، فتهلک بذلک، بسبب این نیتی بعد هلاک میشه. و کن من انصار الله، باید که تو از قطاری، از زمره نصرت دهندگان الله باشی. الله سبحانه و تعالی میفرماد که یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده، کونوا انصار الله، یاردمچی های الله باشد، ای اعوان دینه و رسوله و اولیائه، یعنی یاردمچی های دین الله، یاردمچی های پیغمبر الله و یاردمچی های اولیاء الله باشد. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله، شخلی که عیسی پسر مریم برای حواریین، للانصار من اهل دینه، برای همون نصرت دهندگان اهل دینش گفت من انصاری الى الله، که همراه من یک جایه چکار میکند؟ از نصرت دهندگان دین الله خواهد شد. قال الحواریون، حواری ها گفتند که همون صحابه هاش گفتند که نحن انصار الله، ما نصرت دهندگان الله هستیم. فآمنت طائفة من بنی اسرائیل، یک طایفه از بنی اسرائیل ایمان آوردند، و کفرت طائفة، یک طایفه دیگرش کافر شدند. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، بس ما دستگیری کردیم، طرفداری کردیم، قوت بخشیدیم همون کسانی را که ایمان آوردن علیه دشمنشان. فاصبحوا ظاهرین، ای غالبین لغیرهم، بس
به سبب طرفداری ما، جانبداری ما، قوت بخشیدن ما، ایشان غالب آمدن بر دیگرها. و قال سبحانه، الله سبحانه و تعالی می فرماید الا ان حزب الله هم المفلحون. آگاه باشید حزب الله همانها هستند رستگار. یعنی حزب الله مراد از حزب الله کیانند؟ عباد الله الخلص، بندگان خالص الله. صفتی بندگان خالص الله چگونه می باشد؟ المتمسکون بالکتاب و سنه على فهم السلف، اون کسانی که به قرآن و حدیث چنگ میزنند، قرآن و حدیث را میفهمند چنانه که سلف این امت فهمیدن. خیلی که مهاجر و انصار فهمیدن، انا من خیلی میفهمیدگی که اصحاب بندگان خالص الله می باشند، انا من اشخاص حزب الله هستند. فهمیده؟ بارک الله فیکم. اما دعوا کردن و یعنی که نظام دموکراسی را برای خودتان همچون نظام گرفته، قانون گرفته، با خودتان دعوا کنید که ما یعنی که حزب الله هستیم، این دروغ است. این یک تهمت است، این طعنه زدن در دین است. بارک الله فیکم. بنابراین خوب گفتین در حق شما که نام اسلام از حزبتان بردارید. هم المفلحون، در حزب الله بودگی اشخاص انا همونها هستند رستگاران. المدرکون لمطلوبهم الناجون من مرغوبهم، کسانی هستند که به طلب خیش رسیدن و از هر چیزی که در ترس و در هراس می باشند از همون یعنی نجات یافتگان اینها هستند. لیس هناک غیر حزب الله سبحانه و تعالی، در آنجا یگان حزب نیست غیر از حزب الله سبحانه و تعالی. او باشد هم یک حزبی هست که مخالف است، معصب لهوا، یعنی که تعصب گرایی به هوای خود می باشد، ولی فوا به فرقی خود می باشد. یعنی کل حزبی که و غیر حزب الله است البته تابع خواهشات نفسانی خود می باشد و پیروی از فرقی خود می باشد. بعد از آن شیخ می فرماد که ان من اضرار هذه الحزبیه العصبیه هو تفرقه المسلمین. دیگر از ضررهای این حزبگرایی و تعصبگرایی و محلگرایی اینها چه؟ پاره پاره کردن مسلمان هاست. مسلمان ها را فرقه فرقه میکنند و صف مسلمان ها را میدرانند، ویران میکنند، جدا میکنند، جداگی میافکنند بین مسلمان ها این حزبی ها. و ربنا سبحانه و تعالی یقول، پروردگاری سبحانه و تعالی ما میفرماید که ان هذه امتكم امه واحده، ای دینکم دین واحد، یعنی دین شما دین یکتاست در جمیع ملت، یعنی دین توحید است. و انا ربکم، من پروردگار شما هستم، فاعبدون، مرا عبادت کنید. هذه امه واحده، این امت یکتاست، کتابها واحد، یکتا کتاب دارد، قبلتها واحده، یکتا قبله دارد، نبیها و رسولها واحد، پیغمبر و رسولش یکتاست، دعوتها واحده، دعوتش یکتا است. فعندهم کتاب و سنه، این ملت اسلام کتاب و سنت دارد. هجمت علیهم الحزبیه، انا همین حزبگرایی هجوم کرده است به سر این امت. و جعلتهم شذیرا مذر، اونها را پاره پاره ای متفرقین جدا کرده پرتوف. همین حزبی ها ملت اسلام یک دستگی اسلام مسلمان ها را چکو کردن؟ پراکنده کردن. و القت فی قلوبهم العداوة والبغضاء لمن تمسك بكتاب الله و سنت رسوله صلی الله علیه و آله وسلم. همین درد حزب و حزبگرایی است که در قلب مسلمان ها یعنی که عداوت و بدبینی را پرتافت نسبت اون کسانی که به کتاب الله چنگ میزنند و سنت پیغمبر به چنگ میزنند. برای همین بارک الله فیکم مردم میبینی رنگ دیوانه هستند بسیارش به سبب
یعنی که همین یعنی که همین حزبی ها و یارا چیکار کردن؟ بیگانه کردن از اشخاصی که به کتاب الله و سنت پیغمبر عمل میکنن. آمین. بارک الله فیکم. وفي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، در هر دو صحیح در بخاری مسلم آمده است از حدیث حذیفه رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. یعنی که فتنه ها بالای قلب ها پی هم پیشنهاد کرده میشوند، یعنی که در سر این قلب ها، بالای قلب ها فتنه ها رو برو آمده هم میگیرن با مانندی بوریا چوب چخلی که این بوریا رو برای خاطر بافتن چیکار میکنن؟ این چوب چرا گرفته و چوب چرا گرفته بر گرفته بوریا میبفهم خیلی فایو قلب اشربها نکت فیه نکتة سوداء. کدام قلبی که چیکار کند این فتنه ها را نوشد، میبینید که در همون قلب یعنی نقطه سیاه پیدا میشد. فایو قلب انکرها، کدام قلبی که این روبرو شود به این فتنه ها و ها را انکار کند، نکت فیه نکتة بیضاء، در اون قلب نقطه سفید رو گذاشته میشود. حتی تصیر علی قلبین، یعنی به سبب دوچار شدن قلب ها به هر نمود فتنه ها، قلب های مسلمان ها مردم به دو قلب تقسیم می شود. علا ابیض مثل الصفا، یا گروه انسان ها قلبشان سفید است مانند صفا. فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض. فهمیدید؟ چون این اشخاص را یگان نمودی فتنه ضرر رسانیده نمیتواند. اللهم ارزقنا تا آندمی که آسمان ها و زمین هستند. والآخر اسود، دیگر گروه یا که دیگر نمودی قلب هست که سیاه شدگی، مربادن یعنی خاکستر رنگ، کلکوزی، مجخیان یعنی مانندی کوزه، مانندی کوزی کج، یعنی المائل عن الاستقامة والاعتدال، یعنی کوزی کج. فشبه القلب الذي لا يعي خيرا، در اینجا تشبیه کرده شده است اون قلب رو که خیر نمیداند، با خیر پیشنهاد کرده شده خیر نمیداند، و مانند کوزه‌ای که مایل است که در جاش قرار نمی‌ایستد. اندک گور جنبونی در دونش بودگی چیز میریزد، نمی‌ایستد در دونش یگون چیز. چنین اشخاصی که فتنه ها را قبول کردن، فریفته شدن به این فتنه ها را قبول کردن. چخیلی که امروز هر نمودی فتنه را بعضی انصاف طالب علم ها قبول کردن، خصوصا بارک الله فیکم وقتی که در شأن شیخ ها سخن ها میکشویند، دهم میکشویند بعضی نیم طالب علم ها. فهمیدید؟ چنین اشخاص لا یعرفون معروفه، معروف چیز یعنی پسندیده چیز نمیداند، ولا ینکر منکرا، منکر چیز نمیداند. الا ما اشرب قلبه من هوا، اعظم خواهشات نفس است، چیزی را که انا گرفته است همون نمیداند و خلاص. فهمیده؟ بارک الله فیکم. همون نفس خودش چی را قبول میکنه. حتی بارک الله فیکم بعضی انسان های هستن که فقط کارشان پرسیدن است در مورد فتنه. بعضی انسان ها را شنیدگی هستیم که همین در مدینه با کدام شیخی که وخورد اولین سوالی دادگیش درباره شیخ یحیی میپرسد. سبحان الله. اولین سوالی دادگیش خودی که در دنیا دیگه یگان پرابلمش نباشد، پرابلم دینی دنیویش حل کردگی است، فقط همین یک پرابلمی شیخ یحیی مونده است. انا خیلی انسان های احمق هستن بارک الله فیکم. فهمیدید؟ برای خاطر همین بارک الله فیکم
بسیار اشخاصی که سبب شدگی هستن بین این شیخ‌های بزرگ، بین شیخ ربیع المدخلی حفظه الله تعالی، بین شیخ یحیی حفظه الله تعالی و بین دیگه مشایخ گرام، فتنه را برده آوردگی، فتنه خیزاندگی انامین طالب علم های بعض احمق صفت های بیزیب دارن. بارک الله فیکم. انا همین ها هم پگه تاجیکستان میارن، حتما در تاجیکستان همین یعنی که نفسی بدشونه چکار میکنن؟ فاش میکنن. حتی پیش از همین خبرحال شیخ ربیع یگان گپ زدگی نبود. بارک الله فیکم. بعضی انصاف و طالب علم دامی خود جمع داده دیگه جادی دیگه بودیم که علاکه چکار میکنن؟ گپ میزنن باره شیخ دیگه کار نداشتن. فهمیده؟ شیخ میگوین که مبتدا را از خبر فرق کردن نمیتواند. خیالشون به مدینه رفتن، خیالشون که به مدینه رفتن و سالهای طولانی در مدینه حیات گذرانیدن ویها را نجات میبخشد. بارک الله فیکم. 100 سال اگر الله عمر تو در مدینه ایستی، الله توفیق ندید اگر همه احمق پیشین، همه احمق پیشین هستی. فهمیدی؟ بعضی شخص ها را از همون اولادن، از اجدادن، فهمیدی میدانیم. بارک الله فیکم. خیلی عربا میگن که همون یعنی محلی کس داناتر است به حالی کس. بعضی انسان ها را در همین کشور خودشون میدونیم چه خیلی انسان بودنشون. بارک الله فیکم. فهمیده؟ برای خاطر همین بارک الله فیکم نباید که به هر یک فتنه یعنی که چی فریفته شود انسان. تو را الله سبحانه و تعالی عقل داده است، فهم داده است. فهمیدی؟ خب و مقلد شدن در کار نیست. امروز یعنی که در تاجیکستان وقتی یکسه میبینن که در اساسی گویا که مذهب ابو حنیفه یکون کار میکند، یکون عبادت میکند، گویم یعنی جرأتشون میرسد امام ابو حنیفه را چیکار کردن و تنقید کردن و حقارت کردن و خطا کرد از گفتننده، جرأتشون میرسد. ابو حنیفه امام است و مجتهد است، خطا میکند. آخر اون رتبه که ابو حنیفه دارد در شیخ ربیع و در دیگه این شیخان نیست. آخر بارک الله فیکم. بس چرا امروز ابو حنیفه خطا میکرد و شیخ ربیع خطا نمیکردیم؟ فهمیده؟ بارک الله فیکم. اینا تقلید میگویند. تقلید کورکورانه حرام است. چخیلی که شیخ مقبل در این مورد یعنی که در کتاب صفت الصلاة آمدگی است، تقلید حرام بودنش دلیل میارد. بنابراین بارک الله فیکم مقلد شدن در کار نیست. از الله حق سبحانه و تعالی در آخر مسئله دارم که ما و شما را یعنی که نگه دارد از این اشخاص مقلد. همین تقلید کردن بارک الله فیکم حزب گرایی است. چخیلی که امروز حزبی ها را وقتی که دلیل میپرسید که برای حزبتون حق بودن دلیل چیز میگن که سایت قرضاوی. وقتی که شما قرضاوی که ندونستید مسکین ها بس از زمین نادونیتون چخیل دین داری، چخیل یعنی که حزب گرایی و یعنی که جانبدار حزبتون. قرضاوی یک گمراه ترین اشخاص می باشد. فهمیدید؟ قرضاوی یعنی که با یهود و با نصرانی ها فروخته شدگی یعنی که شخص می باشد. قرضاوی هم رنگ شما یعنی که صاحبی حزب است. فهمیدید؟ نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.